سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا. خوش آمدید، روزتون بخیر، وقت شما بخیر. خدا رو شکر میکنم این لحظات عمر ما به توفیق و عنایت و لطف امام زمان یاد خدا و ذکر خدا براش مقدر شده. ساعات و دقایقی که خیلی ها توی عالم مشغول فعالیت های مختلفی هستن، ما توفیق داریم از آیات و روایات بشنویم و از سبک و سلوک زندگی مهدوی یاد بگیریم. الحمدلله رب العالمین. افتخار دارم همچون سه‌شنبه های قبل در سه‌شنبه های مهدوی یاد خدا محضر استاد حیدری کاشانی عزیز باشم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام خداوند رحمان، سلام همه مردمان و سلام همه موحدان جهان. نثار امام زمان ارواحنا فدا، طلایه دار نور هدایت پروردگار که امیدواریم نور هدایتشون، تربیتشون، عطوفت و رأفتشون بر قلب و دل ما انشاءالله وارد بشه و عاقبت به خیری ما با نور ولایت و امامتشون امضا بشه انشاءالله تعالی. انشاءالله. متشکریم از قبول دعوت و تشریف فرماییتون. توفیقی برای مهمان ما هستند از شهر مقدس مشهد و از حریم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. خدا رو شکر که آقای حیدری کاشانی رو باز هم در برنامه‌مون داریم با افتخار. برای ما از فرمول ها و نسخه ها و معادلات رسیدن به نور ولایت حضرت مهدی فرمودن، نکات ارزشمند و نابی که توفیق داشتیم از حضورشون یاد بگیریم. خلاصه ای از جلسه قبل رو میخوایم، دوستانمون آقای حسین زاده عزیز و همکارانشون آماده کردن، تقدیم و پیشکش حضور شما کنیم. انشاءالله بعدش برمیگردیم و جلسه امروز رو محضر استاد خواهیم بود. بفرمایید. خواهش میکنم. 3720 شماره پیامکی برنامه یاد خداست که شما اگر فرمایشاتتون رو به صورت پیامک علاقمند هستید محبت کنید و اگر علاقمندید که تلفن بزنید شماره 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هست و اگر اهل فضای مجازی هستید که من خواهش میکنم و شما رو دعوت میکنم به این فرصت فضای مجازی که به فرموده حضرت آقا یک فرصت بسیار مبارکی است، میشه ازش استفاده های خوب کرد. یکی از اون استفاده های خوب فکر میکنم انشالله صفحه یاد خدا باشه، چون همکاران زیاد اینجا زحمت میکشن، کلیپ ها و گزیده ها و نکات نابی رو اونجا قرار میدن. همین الان بپیوندید در فضای مجازی به آدرس ادساین یاد خدا آندرلاین QTV که زیرنویس هم میکنن سروران من. اونجا جزء دنبال کننده های صفحه اگر خودتون رو ثبت کنید دیگه میتونید از این بعد هر روز پست ها و فضاهایی که قرار میدن ببینید. خلاصه ها و کامل فایل ها رو هم همینطور قرار میدن. اگر خواستید جلسات رو دنبال بفرمایید قدمتون به روی چشم ما. حاج آقای حیدری کاشانی محضر شما این با افتخار. ما رسیدیم محضر سوره شمس که پرسوگندترین سوره های قرآنی است و معادله اصلی زندگی و بندگی ما رو در این دنیای فانی تعیین میکنه. بعد از 11 سوگند خداوند رحمان ابلاغ میکنن به ما که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. تمام رستگاری دنیا و آخرت شما وابسته به پاکسازی نفسه. در بعضی از روایات داریم، در روایات امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیة و ثنا که میفرماید که جهاد النفس ثمن الجنه. بحث ما خب بحث ولایت و امامت، سلوک مهدوی، ورود به بهشت ولایت و امامت تا بهشتی شدن در ابدیت و رسیدن به جنات نعیم که جنات نعیم رو هم گفتیم بهشت ولایت و امامت در افق ابدیت و آخرته. ما خلاصه از این بهشت دست بر نمیداریم، بهشت رو خلاصه داریم در مسیر بحثمون. میفرماید جهاد النفس ثمن الجنه. اگر بهایی برای بهشت باشه اون جهاد با نفس. یاد کنیم از شهید بهشتی عزیز رضوان الله تعالی علیه که واقعا هم نامش بهشتی بود، هم سلوکش بهشتی بود و هم عاقبتش با شهادت بهشتی شد. میفرمود یه جمله معروفی داشت که بهشت را به بها دهند نه به بهانه. جمله معروف شهید بهشتی بوده، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. حالا بپرسیم بهای بهشت چیه؟
بهانه ها رو بذاریم کنار، بریم اصل سر قیمت اصلی بهش چکاشونه بزنیم. از زبان امیر بیان، امیر مؤمنان، امام عارفان، امیر المؤمنین: جهاد و نفس ثمن الجنه. بهای بهش جهاد با نفس. فمن جاهدها ملکها. هر که با نفسش جهاد کرد بهش رو مالک میشه. فهی اکرم ثواب الله لمن عرفها. ارجمندترین پاداش برای مجاهدان با نفسه. ارجمندترین پاداش برای که قدر بهش رو میشناسن، بهای بهش رو ادا میکنن با جهاد با نفسشون. حال نفسشون رو میگیرن، مهار نفسشون رو به دست میگیرن، نمیگذارن هر چی دلش خواست دل بخواهی، دلم خواست، هر چی وسوسه های شیطانی خواست، هر چی جاذبه های دنیایی دعوت کرد، دنیا هوا شیطان رو مهار میکنن. اینها بهای بهش رو پرداخت کردن. در روایت دیگر میفرمایند لن یجوز الجنة الا من جاهد نفسه. هرگز مالک بهش نمیشه کسی که با نفسش مبارزه نکرده، کسی که مجاهده با نفس نیست، مبارزه با نفس نیست، در ستیز و جنگ بی امان با این نفسی که فرمودن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. دشمنترین دشمنانت همین نفسیه که میان دو پهلوی توه. باید با او بجنگی، با او ستیز کنی، وگرنه او رو زمین میزنه، مغلوب میکنه، تو رو جهنمی میکنه. صحبت مرگ و زندگیه. این رقیب یکسره داره حریف میطلبه و خیلی ها رو زمین زده که در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، مردان مرد در این راه بریدند. می‌فرماید هرگز مالک بهش نمیشه کسی که با نفسش نستیزه. خب در این عرصه یه جنبندی داشته باشیم در محضر سوره شمس. یکی از طلایه‌داران مبارزه با نفس و جهاد با نفس که تو نمره قبولی گرفت در این آستان، جناب سید کریم محمودی معروف به سید کریم کفاش، که در بازار تهران مغازه کوچک پاره‌دوزی، پینه‌دوزی، کفاشی داشتن و به شهادت بزرگانی مثل سید علی آقای مفسرها، شیخ مرتضی زاهدها، همین مغازه کفاشی او محل آمد و شد امام زمان ارواحنا فدا بوده. قابل توجه اونایی که میگن که آقا چه کار کنیم، 40 شب بریم جمکران تا آقا رو ببینیم، گاهی نه میتونیم آقا رو دعوت کنی چون طلایه‌دار جهاد اکبر و جهاد با نفس شدی. چون در اینجا نمره قبولی بگید از شاخصه های این حاج محمود کفاش. سید کریم محمودی معروف سید کریم کفاش شخصیتیه که با قرآن و اطرت مأنوس شده، احادیث زیادی رو حفظ داشته، سواد بالایی نداشته، اما احادیث با احادیث اهل بیت مشهور بوده. یکی از تشرفاتش رو اشاره میکنم که در محضر حضرت عبدالعظیم، حضرت سیدالکریم، حضرت عبدالعظیم حسنی، که توصیه میکنم به تمام مردم عزیزمون، مخصوصا عزیزان دلمون که در تهران ساکنن، این مایه اتصال با ساحت امامت، ولایت و مهدویت رو قطع بدونن. قطب فرهنگی، قطب ولایی، قرآنی، اهل بیتی تهران هست و فرمودن که السلام علی من فی زیارتهی زیارت سید الشهداء یرتجا. در زیارتنامه حضرت عبدالعظیم هست سلام بر توی کسی که در زیارت تو امید میره با زیارت تو. بعد داریم در اونجا که ثواب زیارت حضرت سید الشهداء رو داره، روایت امام هادی علیه السلام رو داره. کسانی رفته بودن محضرشون به زحمت در مدینه، بعد حضرت فرمودن که شما از کجا میاد؟ گفتن از ری. بعد گفتن قبلش رفتیم به زیارت کربلا و بعد آمدیم به زیارت شما. فرمودن به زیارت ولی ما، که فرمودن انت ولینا حقا، بازوی توانمند ولایت و امامت، و ما معتقدیم ولی فقیه عارف حماسی و انقلابی و جهادی اعزامی امام هادی علیه السلام به منطقه تهران، ری و تهران بودن تا ولایت، هدایت و زعامت مردم رو از زعمای شیعه است. ولی فقیه زمان خودشه. ببینید یک ولی فقیه، یک زعیم شیعه به چه مقامی میرسه؟ چون کار او از سنخ کار ولایت و امامته، از همون سنخ هدایتگری و نورانیت بخشیه، ثواب زیارت قبر او ثواب زیارت امام معصومه. این جایگاه زعیم و نائب الامامه. زیارت او زیارت حضرت سید الشهداء محسوب میشه در عظمت و ثواب و پاداش.
سید کریم کفاش میگه که من در حرم حضرت عبدالعظیم مشرف بودم، یه مرتبه دیدم محضر امام زمان ارواحنا فدا هستن. نزدیکتر از قلب منی با من محجور، دوری ز من است و ز تو ما را گله ای نیست. دوری ها و فاصله ها همه از جانب ماست. فاصله ها به خاطر بی تقوایی های ماست، به خاطر صفات بد ماست، به خاطر رفتارها و گفتارهایی که مرضی رضای خداوند رحمان نیست. این فاصله ها ایجاد میشه. کسی به بهشت ولایت و امامت وارد بشه، به بهشت رضوان خدا وارد بشه، فاصله ها برداشته میشه و خودشون میان به سراغ ما. میگه حضرت فرمودن حضرت عبدالعظیم حسنی رو زیارت کردی، مایلی که با ما به زیارت جدمون حضرت علی ابن موسی رضا در مشهد الرضا هم مشرف بشی؟ گفتم آقا تمام اعتبارم، دار و ندارم، افتخارم معیت و همراهی با شماست به هر کجای جهان، چه برسه به مشهد الرضا و زیارت حضرت علی ابن موسی رضا. دیگه همراه امام زمان ارواحنا فدا مشرف میشن، میان مشهد الرضا. مشهد الرضا رو میگه وارد شدیم، زیارت کردیم، 2 رکعت نماز خوندیم، بعد آمدیم داخل صحن. فرمودن اراده داریم که به زیارت قبر سید علی آقای مفسر بریم. سید علی آقای طائری معروف به سید علی آقای مفسر، قبر مطهرشون امامزاده عبدالله سراح ورامین، یک امامزاده پرکرامت داریم به نام امامزاده عبدالله. بنده اونجا چند مرتبه توفیق منبر و سخنرانی داشتیم که بانی اصلی رو هم خود امامزاده عبدالله دونستیم. قبر سید علی آقای مفسر اونجاست. میگه ما از شهر ری زیارت حضرت عبدالعظیم، حضرت دست من رو گرفت، لحظاتی نگذشته بود که تو حرم امام رضا بودیم، دوباره در اونجا دست من رو گرفت، چشم برهم زدن دیدیم امامزاده عبدالله سر قبر سید علی آقای مفسریم. یه مرتبه دیدیم سید علی آقای مفسر تمام قامت ایستاده به احترام و اکرام حضرت به استقبال اومدن از عالم برزخ با بدن مثالی، چون اون بدن دنیایی که دیگه فاتحش خوانده شده دیگه با مرگ، اون تمثیل و بدن مثالی عالم برزخ. میگه آمدن با اکرام و احترام و با عظمت استقبال حضرت و گفتگوی انجام شد و وقت رفتن سید علی آقای مفسر به سید کریم کفاش میفرمایند که به شیخ مرتضی زاهد، این رفیق ما، رفیق انیس و مونس ما، سلام برسونید، بگید من توقع داشتم بیشتر بیایی به زیارت قبر ما. ظاهرا روزهای ابتدایی رحلت سید علی آقای مفسر بوده. گلایه میکنن که چرا شیخ مرتضی زاهد نرفتن زیارت قبرشون به تکرار. بعد امام زمان ارواحنا فدا، فدای این رأفت و عطوفت بی نهایت الهی امام زمان ارواحنا فدا. خطاب سید علی آقای مفسر میفرمایند رفیق ما به خدا، بعضی وقتا یه تعابیری بعضی اساتید به کار میبرن، میگه در رفاقت با مرام ترینه، لوتی در ترینه، آقا ترینه، داشمشتی ترینه. میفرمایند به اونجا حرمت رفیقش باشه. رفیق ما شیخ مرتضی زاهد هم گرفتارن هم بیمار شدن که نتونستن چند مرتبه بیان. ما به نیابت از رفیقمون شیخ مرتضی زاهد اومدیم به زیارت شما. خیلی حرف، چقدر مرام، چقدر عظمت. ما به نیابت از رفیقمون شیخ مرتضی زاهد اومدیم به زیارت شما. بعد که میگه حرکت کردیم و آمدیم، امام زمان ارواحنا فدا یه جمله‌ای در رابطه با عظمت این مرد خدا سید علی آقای مفسر که قبرش در امامزاده عبدالله عزیزان مشرف میشن اونجا، قبر این ولی خدا رو هم زیارت کنن. ماجرای این داستان هم اونجا توی تابلو آورده شده. بعد میگه امام زمان ارواحنا فدا به سید کریم کفاش فرمودن این سید علی آقای مفسر در طول عمرش در دنیا دل ما رو نسوزوند. این نمره قبولی بچشی است در دنیا، دل امام زمانش رو نسوزوند. فرمودن دل ما رو نسوزوند در طول دوران عمرش. پس معلومه طلایه‌دار خودسازی و تهذیب نفس و مهار نفس بوده، مصداق قد افلح من زکاها بوده و قد خواب من دساها. نذاشته نفسش آلوده بشه، ناپاک بشه. تا یک ناپاکی هم خواسته بیا سری با استغفار، که ماه شعبان باز ماه استغفاره، ماه روزداری
که با روزه‌داری ما برسیم انشالله به تزکیه نفس و استفاده از ما شب. دلم میخواد محضر قرآن کریم مشرف بشیم. میخوام قبلش هم خواهش کنم که عرض صلواتی داشته باشیم و صلواتی رو عزیزانمون آماده کردن پخش کنیم به نیت امام زمان عجل الله تعالی فرجش و این صلوات رو برای سلامتی آقا هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وقت شما بخیر. چه خوش سلیقگی کردن که آیه صلوات رو هم تقدیم حضورتون کردن عزیزانمون. هم صلواتی فرستادیم و بعد هم فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما حدود 5 دقیقه زمان داریم و حسن بریم در محضر صلوات که فرمودن ماه شعبان ماه صلواته و یکی از آدابش و توصیه ها اینه که به کثرت فراوان صلوات بفرستید با آستان محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه هفته هم بیشتر نمونده از ماه شعبان و بهترین وقت. بهترین ذکر، جامع ترین ذکر که به تعبیر حضرت آیت الله العظمی بهجت میفرمودن گشتیم و بالاتر و پرعظمت‌تر از ذکر صلوات در عالم نیافتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و کارگشایی و گرهگشایی که این ذکر صلوات میتونه در برطرف کردن گرفتاری ها، بیماری ها، این ویروس منحوس کرونا، این بیماری حقیر و خطیر رو انشاءالله از محبان امام زمان دفع بکنه. همینجا به عظمت و عزت امام زمان قسم میدیم خداوند رو که شر ویروس منحوس رو با احسان و بانیانش برگردونه و تمام موحدان جهان و تمام عالم بشریت رو نجات بده، مخصوصا موحدان و محبان امام زمان رو در کنف حمایت و حراست ویژه الهی محافظت کنه، بیماران این بیماری رو شفای کامل و عاجل عنایت بکنه ان شاء الله تعالی. ذکر صلوات رو علامه طباطبایی میفرمودن وقتی که گرفتاری ها، بیماری ها بر شما هجوم آورد، سیل صلوات راه بیاندازید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. که این صلوات میتوانه حصار تمام گرفتاری ها و بیماری ها رو بشکنه. ما هرچی در رابطه با عظمت صلوات بگیم باز کمه. ان الله و ملائکته، خداوند و ملائکش، یصلون، پیوسته دارن سلام و درود و صلوات میفرستن به آستان پیامبر. که حالا سلام و درود خداوند رحمان به آستان پیامبر اینه که دمادم و لحظه لحظه درجات اونها، کرامات اونها، برکات اونها رو در دنیا و آخرت بالاتر میبره، فیوزات اونها رو از مجرای فیض اونها به عالم رزق و روزی میرسونه، این درجات اینها رو بالاتر میبره، درجات بی‌نهایت اونها در افق ابدیت. فرمودن که صلوات ملائک و فرشتگان برای پیامبر و اهل بیت پیامبر در حقیقت اون نورانیت وجودی اونها رو و پرتو افشانی نورانی اونها رو بیشتر و بیشتر میکنه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. دو مأموریت رو خداوند رحمان به اهل ایمان در قرآن اینجا دو مأموریت و رسالت رو ابلاغ میکنه. صلوا علیه، شما هم سلام و درود و صلواتتون رو نثار بکنید به آستان پیامبر. و سلم و تسلیم و تسلیم محض امر پیامبر، امر ولایی او باشید، یعنی به بهشت ولایت و اطاعت نبوت و امامت وارد بشید. بر پیامبری صلوات بفرستید که فرمود در حدیث مستند هر کسی که بر من پیامبر صلوات بفرسته اما بر آل من صلوات نفرسته، بویی از بهشت رو استشمام نخواهد کرد، بوی بهشت هم به مشام او نخواهد رسید. یعنی کسی بیاد پیامبر رو جدا بکنه، صلی علی النبی بگه، و آل پیامبر رو که استمرار بخش نبوت و پرتو افشانی خورشید نبوت و پیامبری و رسالت او بودن، اینها رو بخواد منقطع بکنه. پیامبر فرمودن هر جا صلوات میفرستید آل من رو هم بیارید. و بعد توصیه شده و عجل فرجهم رو هم اضافه بکنید. در روایات و احادیث ما هست. و یادی کنیم از جناب علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، مؤلف کتاب گرانسنگ القدیر،
فراوان می‌فرمودن کثرت صلوات با و عجل فرجهم مایه نجات شیعه است. بعد من هر یک از صلوات رو بفرسته و بعد و عجل فرجهم رو ملحق کنه، شریکش میکنم در ثواب پر عظمت کتاب القدیر. پس ما هم عرضه می‌داریم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر باشه، محتاج دعای خیر شما هستیم.